سلام بچه، حالتون چطوره؟ خوش اومد به ویدیوی خودتون. بچه اکانت پرایم 8 که توی ویدیو قبلی دیدید به دلایلی بچه اکانت رو دادیم رفت و یه اکانت دیگه بچه گرفتم حقیقتا. و حالا میخوام اکثریت ویدیوهایی که سر این چنل قرار بگیریم ویدیوها بیشتر با این اکانت میخوام بگیرم. اکانت جالبیه که خودم حساب کنید بیشتریتشو با یکی از بچه‌ها که سر این اکانت چند وقت بود ولی خب مجبور شدم اکانتو که دادم رفت یه اکانت دوباره برگردم سرش. اکانت تقریبا میشه گفت جالبیه و خودم خیلی واقعا دوستش دارم و از اولی که سر یه اکانت بخوام بگم از یه حدودی به بعدشو من دیگه بازی کردم یه اکانتو و اکانت واقعا جالبیه. بریم آقا از همینجا تو قسمت ستای اکانت رو بهتون نشون بدم. این ویدیویی هم که دارید میبینید بازم ادیت خاصی نداره، حالا تا اینکه یه خورده چنل کاراش تموم بشه و دیگه ویدیوها با ادیت میاد بیرون. آقا همونجا که دارید میبینید از ستای کاملی که اکانت داره 277 است که میخوام از جدا جدا بهتون نشون بدم. اول اینکه باندل ها ست مکلارن و بندیت رو دیگه خدمتتون عرض کنم، این چرت و پرتا رو همه اکانت ها دیگه اینو دارن، این چیز حقی نیست. خب آقا از قسمت موها میخوام شروع کنم. دیگه خودتون ببینید خدایی چیزای نورمالی سر اکانت هست، چیزای خوبی هست، چیزای متوسطی هست، دیگه اکانت نورمالیه، اکانت واقعا جالبیه. آقا خب از قسمت ماسکا شروع کنیم. ماسکا هم آقا من فقط این پین شده ها رو میخوام نشونتون بدم، پایین نمیریم زیاد، نمیخوام زیاد ویدیو طولانی باشه، تا یه حدودی میریم پایین تر. خب این از این قسمت ماسکا که حالا چیزای جالبی هم داره که دارید میبینید. سفید رو دیگه خدمتتون عرض کنم که این دوتا جفتشون رو داره. خدمتتون عرض کنم که بریم تو قسمت آقا تتوها، ولی بچه تتو جوکر نداره. خدمتتون عرض کنم تتوهایی که پین کرده ایناست که دارید میبینید، چیز متوسطه ولی اینا چیز جالبیه. یکیش من زیاد بخوام استفاده کنم حالا بیشتر مثل حریر استفاده میکنن اینا، حالا کار به اینش نداریم. آقا بریم قسمت بالاتنه. بالاتنه هم خوب دارید میبینید، بالاتنه هایش آقا از همینجا از اکانت تقریبا میشه گفت قدیمی هستش و چیزای جالبی داره. بریم آقا پایینتر. این از این قسمت. آقا خب بالاتنش هم خب دیدید زیاد چیز جالبان چنینی نداره. اکانت فقط اندازه‌ای که بدونید تا چه حدی هستش، حالا دیگه در ویدیوهای بعدی یه خورده توضیح بیشتری راجبش بهتون میدم. بریم تو قسمت شلوارا. شلوارم که فقط یه دونه برزیلی و یه دونه حریر رو دیگه خدمتتون عرض کنم، یه دونه حریر قلبی و این چیز شاخی نیست. این یکی هم داره و اکانت تقریبا میشه گفت نرمال. علاوه کفش هم کفش یوتیوبری و این کفشایی که بیشتر استفاده میشن رو داره. آقا بریم تو قسمت دنسای اکانت. خب دنسای اکانت هم بخوام بهتون بگم رمپیج رو داره دیگه خدمتتون عرض کنم. اکانت تقریبا میشه گفت قدیمیه دیگه، از همینجا شروع میکنم به زدن. خب اینا دیگه آقا درسایی هن که پین شدن من دارم براتون میزنم. خب این هم از این قسمت بچه، زیاد چیز دیگه جالبی پایینتر نداره، همونا خوباش همونا بود که بهتون نشون دادم. بریم تو قسمت آلبوم جانای اکانت که ببینید. آقا کلا 4 تا لولی داره، 3 تاشون مکسه و AK مکسه، خدمتتون عرض کنم MP40 مکسه و اسکار هم که مکس دیگه، فقط M10 شون دیگه. M10 هم چیز من زیاد اون یکی رو بیشتر از یکی دوست دارم، حالا شما رو نمیدونم. خب این از این قسمت. از گانای لژندری هم زیاد داره، مثال بالا هستش خب دارید میبینید. یکی اینو داره، این واقعا من اینو هستم، چیز خفنیه و تقریبا میشه گفت هدشات ریتش هم خوبه این گانه که براتون گفتم، ولی خب زیاد استفاده این گان ها نمیکنه هیچ و بیشتر تو کاستوما اینو استفاده میکنن. الان فکر میکنم توی بتل رویال و کلش اسکوات اینا استفاده نمیشه. این از کل اکانت. از پروف اکانت هم بخوام بهتون بگم این شکلیه و اکانت بله از شاپ سینا خریده شده، فکر میکنم باید بشناسید. حالا چند وقت دیگه هم
احتمال 100% یه ویدیو دعوتی از طرف آقای سینا اف هم داشته باشیم توی همین چنل، پس منتظرش باشید. آقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. مواظب خودتون و خوبیاتون باشید تا ویدیو بعدی و پارت بعدی. خدا نگهدار شما.